پیام نوبتی اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی کشور امروز ارائه گردید. و البته پیام‌های پیشوای معظم ملت یک تحلیل پررا و جدی تمام ساحات حیات خارجی خلق هستند و این تحلیل‌ها پیوسته علمی و منطقی هستند و من از طرف دیگر پیام رو روز بها میدم که یک پیام بود بهر بلند برداشتن حس ملی، خودشناسی ملی، خودآگاهی ملی با تکیه به تاریخ پر افتخار ملت تاجیک. پیشوای معظم ملت در این پیام تاکیدهایی را کردند که در راه ملت سازی، دولت سازی، در راه رشد آینده کشور، در راه بی‌واسطه تأمین رقابت پذیری کشور در عرصه بین المللی و شناخت کشور، اعتبار کشور در عرصه بین المللی نکته های مهمترین هستند و پیشوای معظم ملت با تاکید آنه که در مرکزی در قلب تاجیکستان در شهر دوشنبه دو مرکز بزرگ، مرکزی بی‌واسطه تمدن آریایی و مرکز نوروز بین المللی تأسیس داده شود. این نکته های مهمترین در راه خودشناسی ملی، ارزش‌گذاری و تاریخ پرقناوت ملت کهن بنیاد تاجیک است. من در پیام های زیاد بودم، زیاد شنیدم و هر یک پیام پیشوای معظم ملت یک پیام راهنما است، یک پیام ملت ساز و دولت ساز است. پیام هایی هستند که تاریخ سازی میکنند. پیشوای ملت ما امروز تاریخ نو و نوترین تاجیکان را میسازند و در این راه تمام زمینه هایی که گذاشتن علاقه آنها رشد مییابند، وسعت مییابند. اولین تأثیرات من این بود که پیشوای ملت همچون یک لیدری سیاسی در این منبر در طول 3 ساعت راست استاده سیاست داخلی و خارجی مملکت را در یک سطح بلند چنان معرفی کردن که من در نزد همون نمایندگان کورپس های دیپلماتی، نماینده های سفارت ها که اونجا نشسته بودن همین حس افتخار داشتیم، زیرا همین پیام خود پیام دادن نشانه تنتنه استقلال یک دولت است. زیرا نام پورای پیام چخیل است؟ پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی، یعنی که به این واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سمت‌های اساسی سیاست داخلی خارجی کشور را معین کرده اعلام میکند. همین خودش معنای استقلال رو دارد. بنابراین ببینید که مردم چقدر ایدانه به این پیام میآیند، همچون به یک جشن، زیرا در حقیقت هر یک پیام یک جشن کوچکی استقلال ما است. ولی از نظر مضمون پیام امسال با این تفاوت داشت که یک پیام دوره رشد، دوره ترقی کشور. البته از بسیار مسائلی که ما فرضاً سالهای 90 و 2000 داشتیم و بحث‌های سیاسی و ایدئولوژی در اینجا کمتر اثری است، بلکه همه درباره رشد، پیشرفت، اینوواسیون، تکنولوژی، اقتصاد رقمی و امی پیام روزنامه نوی رشد تاجیکستان رو به میان گذاشت. پرزیدنت محبوب کشور پیشنهاد کردند که با محترم رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه پیشنهاد کردند که و همزمان با حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کردند که شروع از سالهای آینده در مرکز شهر دوشنبه یعنی مرکز آریایی تأسیس داده شود، یعنی با نام کانون، و همزمان در شهر دوشنبه باید سال آینده شروع کرده مرکز بین المللی نوروز تأسیس داده شود که این دو مرکزهایی که تأسیس داده می شوند برای رشد ساحه فرهنگ، صنعت و علم جمهوری تاجیکستان تاثیر نظرات خود را می رسانند و همزمان این مرکزها می توانند که معرفگری صنعت و فرهنگ ملت تاجیک در عرصه بین المللی باز هم از این هم زیادتر شده باشد. طور معلوم امروز پیشوای محبوب ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در ارائه پیامشون با مجلس عالی مملکت چندین نکته‌های بسیار امیدوار کننده را با اهل مردم شریف تاجیکستان رسانیدند. از آن جمله ابراز داشتند که در پیش ما را جشن بزرگ 35 سالگی استقلال دولتی انتظار است و پیشوای محبوب ملت ابراز داشتند که همه ما باید اهلانه سرجمانه با دست و دل نیت پاک بهر آبادی و
баҳри шукуфоии ин сарзамин камари ҳиммат бубанде ва пешниҳод карданд ки соли 2026 соли вусъати корҳои ободониву созандагӣ баҳри сазовор таҷлил намудани ин ҷашни бузурги миллиамон, яъне ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ мешавад. Ба ин мақсад имрӯз бори дигар ин пешниҳодҳои саривақтии пешвои маҳбуби миллат мо сокинони ин сарзамини бишосорро водор ба он месозад ки аз худ масъулияти баланди шаҳрвандӣ нишон дода ҳама аҳлона сарҷамона барои ободӣ, барои пешравӣ, барои таъмини сулҳусубот, барои пеш аз ҳама ҳифзу гиромидошти ин дастовардҳои бебаҳои замони истиқлоли давлатиамон камари ҳиммат бубандем. аз тарафи муҳтарам ҷаноби олӣ шунида шуд ки ҳатто дар давраҳои ҷанги шаҳрвандӣ ба олимоне ки вай буданд камшумор буданд $100 ҳамчун стипендия ҷудо кард ки ҳамин саҳми ҷаноби олӣ буд ки то имрӯз олимони ҷавон заҳмат кашидану чунин олимони ба монанди мо пешниҳод карданд.